مانند ماه‌های گذشته بانک‌ها یکی از اهداف عمده حملات مخالفان است. انقلابیون خشمگین بانک‌های زیادی را تخریب می‌کنند و آنها را به آتش می‌کشند. سالن‌های سینما و مراکز تفریحی هدف دیگر حملات انقلابیون است. اینجا داره میاد. با اینکه میزان تخریب‌ها و آتش‌سوزی‌ها بی‌سابقه است، نیروهای نظامی کمشماری که در خیابان حاضر هستند فقط تماشاگر انقلابیون هستند و در اقدامی تعجب برانگیز پس از چند ساعت به پادگان‌ها برمیگردند. انقلابیون که نیروهای نظامی را در مقابل خود نمی‌بینند به همه جا حمله ور می‌شوند و اداره‌های دولتی، مراکز تجاری بزرگ، مشروب فروشی‌ها و رستوران‌ها را تخریب می‌کنند. شدت تخریب‌ها بی‌سابقه است، به گونه‌ای که نزدیک به 100 بانک مورد حمله قرار می‌گیرد و اوراق و مدارک ادارات به خیابان‌ها پرت می‌شود. حتی اموال و وسایل برخی ساختمان‌ها، ادارات و مغازه‌ها به غارت می‌روند. از کامیون پپسی کولا تا دفتر هواپیمایی پان امریکن و به هرچه آمریکایی یا نماد غرب باشد حمله می‌کنند. تنها استثنا ایر فرانس، خط هوایی فرانسه و سفارت این کشور است که از خشم انقلابیون در امان میمانند. سفارت فرانسه به احترام میزبانی از آیت الله خمینی در نفل شاتو توسط بازاریان تهران گلباران شده تا مورد هجوم انقلابیون قرار نگیرد و مشکلی در اقامت آیت الله خمینی پیش نیاید. تظاهرات 14 آبان یکی از خسارتبارترین اعتراضهای انقلابیون است.